همه افراد تمایل دارند در نظر دیگران جذاب دیده شوند، اما گاهی برخی اتفاقات باعث می شود که انسان اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و تصور کند که برای اطرافیانش جذابیتی ندارد. اگر شما هم دچار این احساس شده اید، با ما همراه باشید و نشانه هایی که به شما ثابت می کند در نظر دیگران جذاب هستید را مرور کنید. 7 نشانه که ثابت می کند فرد جذابی هستید. لحظه هایی وجود دارد که اعتماد به نفس خود را از دست می دهیم و خود را بسیار پایین‌تر از آنچه که واقعا هستیم تصور می کنیم. این افکار اغلب مواقع بسیار دردناک و افسرده کننده هستند، به ویژه که انسان بنا به ذات درونی خود همیشه دوست دارد موفق و شاد باشد و در نظر دیگران نیز فرد پیروزی به شمار آید. اما احساسات منفی نیز جزء جدا نشدنی از زندگی بشر است و بعضاً گریزی از آن نیست. با همه این تفاسیر ما قصد داریم در این ویدیو در مورد نشانه‌هایی توضیح دهیم که شاید تاکنون توجه خاصی به آنها نداشته اید. نشانه هایی که ثابت می کنند شما بسیار محبوبتر و جذابتر از آنچه هستید که خودتان تصور می کنید. پس لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و در ادامه ویدیو همراه ما باشید. جذاب هستید اگر مردم متوجه حضور شما می شوند. وقتی وارد یک مجلس، مهمانی یا جلسه‌ای می شوید و دیگران نگاهشان به سمت شما برمیگردد، این نشانه این است که حضورتان برای دیگران ارزش دارد و آنها شما را می‌بینند. مهم نیست کسی به استقبالتان بیاید یا مکالمه ای را آغاز کند. همین که نگاه ها به سمت شما برگردد نشانه جذاب بودن شما. جذاب هستید اگر خندیدن را دوست دارید. حالتهای روحی مثبت به خودی خود جذاب هستند. شما وقتی خنده زیبای کسی را می‌بینید بدون شک جذب او می‌شوید. این مسئله به ویژه در مورد جنس مخالف بسیار مصداق دارد. یعنی اگر عادت دارید که احساسات خوب خود را با لبخند یا خنده به دیگران منتقل کنید، شک نکنید که جنس مخالف به شدت جذب این رفتار شما خواهد شد. هیچ کسی از بودن در کنار فردی که دائم اخم کرده، غر می‌زند و یا شاکی از خوشش نمی‌آید. پس زیاد بخندید. جذاب هستید اگر دیگران متوجه عیوب چهره شما نمی‌شوند. اگر بخواهید در مورد ایرادات صورت خود با فرد مقابل صحبت کنید، شاید با این شرایط مواجه شوید که او اصلاً متوجه نمی‌شود شما دقیقاً منظورتان چیست. یعنی چیزی که از نظر شما عیب محسوب می‌شود را او حتی تاکنون ندیده یا از نظرش ایراد به شمار نمی رفته. جذاب هستید اگر به سبک خودتان زندگی می کنید. شما هرگز سعی نمی کنید شبیه فردی دیگر لباس بپوشید یا مشابه کسی دیگر رفتار کنید. اشخاصی که همیشه خودشان هستند و به سبک خودشان زندگی می کنند همیشه مورد توجه عموم مردم قرار دارند. دلیلش این است که به دیگران نشان می‌دهند مفهوم واقعی زندگی را درک کردند و مسیری مشخص را برای خود و آیندهشان برگزیدند. این رفتار و طرز فکر افراد است که آنها را جذاب می‌کند، نه تیپ و ظاهرشان. و جذاب هستید اگر طرفدار دارید. وقتی وارد محیطی می‌شوید متوجه خواهید شد که عده‌ای از حاضرین طرفدار و پشتیبان شما هستند. مهم نیست که شما آنها را دوست داشته باشید یا خیر. مهم این است که در جمع‌هایی که حاضر می‌شوید حتی عده‌ای هستند که دوستتان داشته باشند و همه توجه خود را به شما بدهند. این در حالی است که برخی از مردم از این موهبت بی‌نصیب هستند. البته روش برخورد با این مسئله به خود فرد هم بستگی دارد. همیشه در مرکز توجه بودن بعضاً می‌تواند آزاردهنده باشد. زیرا تصور می‌کنید همیشه زیر بار یک یا چند نگاه قرار. جذاب هستید اگر خیلی زود حوصله‌تان سر می‌رود. اگر هر عامل بیرونی مانند بیماری، سفر کاری یا مسائل دیگر موجب برهم خوردن نظم و روال عادی زندگی شما شوند، حس می‌کنید که وقتتان در حال تلف شدن است.
یا مثلا تصور میکنید که زمان کش آمده و هیچ چیز سر جای خود نیست. افراد جذاب عادت دارند با بقیه ارتباط اجتماعی فعال داشته باشند و هر عاملی که مانع از این امر شود کلافه‌شان می‌کند. این افراد همچنین از تنها بودن و جدا شدن از جمع آزرده می‌شوند. جذاب هستید اگر همیشه به دیگران کمک می‌کنید و نمی‌توانید تحمل کنید کسی به شما دروغ بگوید. شاید به نظرتان عجیب باشد، اما اشخاصی که از دروغ گفتن متنفر هستند و همیشه آماده خدمت رسانی و کمک به دیگران هستند، از نظر بقیه بسیار جذاب و دوست داشتنی خواهند بود. به این خاطر که ارتباط برقرار کردن با افراد صادق بسیار راحت تر است و ترس از دروغ شنیدن یا مورد قضاوت واقع شدن هم وجود ندارد. اگر شما هم نشانه هایی از جذابیت درون خود میبینید، میتوانید در قسمت کامنت ها برای ما به اشتراک بگذارید.